سلام، وقتی همه عزیزا بخیر. انشالله که خوب و سلامت باشید و ممکن آخرین ویدیو باشه به خاطر بعضی اتفاقاتی که افتیده. امروز واقعا میخوایم رو که راست با هم صحبت بکنیم و ببینیم که کار به کجا خواهد کشید. چند نکته رو من این روز یادداشت کردیم و واقعیت هاست که میخوایم با شما در جریان بگذارم. ببینید عزیزانی که کامنت میگذارن، خیلی ممنون از شما، دمتان گرم. خداوند شما رو حفظ بکنه که چرا پیج نمیزنی، یا اکثرا از ولایت های بسیار دوردست، از ولایت گردیز، از ولایت کاپیسا، حتی از بلخ و خیلی ولایت های دیگه که چرا فلان نمیکنی و بهمان و بیسار نمیکنی. ببینید عزیزان، نکته اولی است که کار ما دلیست. خب ما خدای نکرده برای ویو و نمیدونم فلان و بهمان و بیسار یا برای مشهور شدن این کارا رو نمیکنم. کار ما دلیست به خاطر که عشق است و اکثریت کسایی که در اطرافم زندگی میکنن میفهمه که ما چقدر عشق به فوتبال دارم و سالهاست، در واقع یکونیم ده هست که من دارم فوتبال میبینم و تماشا میکنم و تعقیب میکنم. تقریبا میشه گفت حالا 10-12 سالی هست که از یورو 2008 دیگه شما حساب بکنه که چند سال میشه. بعد کار من دلیست و به خاطر عشق خودم کار میکنم و درسته که پستایم در واقع لایک و کامنت زیاده نمیخوره، اما ویوهای بسیار زیادی داره و خیلی از عزیزا در دایرکت ما میاین و پیام میتن که فلان است و بهمان است و بیسار. اولین موضوع در ساخت ویدیو نبود امکانات است. کسایی که در افغانستان زندگی میکنه را بهتر از من میفهمن. مسئله اول مسئله امکانات. در هر کاری، در هر جنبه در واقع حرف اول رو میزنه. نبود امکانات اولین مسئلهش. شما شاید باور بکنین یا نکنین، من حتی یک مایک ندارم. این واقعیت باید انسان واقع گرا باشه و واقعیت را بپذیره. من حتی یک مایک ندارم و بسیار سخت در تلاش ای بودم که این را جور بکنم، اما خب یک سری اتفاقات افتید که بعدا در واقع در ادامه ای ویدیو راجع به حرف خواهیم زد. دیگه ممکن آخرین ویدیو ما باشه. مایک ندارم. مسئله دوم در افغانستان مسئله اینترنت است که بسیار گران است، بسیار قیمت است و تو باید اگر میخوای که به صورت حرفه‌ای کار بکنی اینترنت خوب داشته باشی، مایک حداقل داشته باشی، حداقل کامره بسیار خوب داشته باشی. اگر میخوای به صورت حرفه‌ای تر کار بکنی یک استودیو بسیار فوق العاده داشته باشی که از توان من است و نمیتونم این را مهیا بکنم فعلا در شرایط فعلی، متاسفانه. این و ساخت ویدیوی حرفه‌ای بسیار زمان میخواد. اما مثلا در آرشیف خود فعلا 70-80 بازیکن را دارم که به صورت ادامه دار که ما باید برای هر کدام از اینا ویدیو بسازم و ویدیوی از اینا خب معمولا من برای بازیکنایی کار میکنم که زیاد ناشناخته هستن و زیاد به چشم نیومدن و اکثرشون دوست داشتنی نیست و در واقع زیاد دیده نشدن یا مثلا اتفاقای عجیب غریبی برای زندگیشان افتیده و مسئله خودتان دیدین که مسئله برق هست در افغانستان. اینا و باید تو در واقع سایت ویکیپدیا معتبرتر است، اما اونو اکثریتشون مثلا در سال 2022 در سال 2023 آخرین در واقع آپدیت های خودشان را گذاشتن و معلومات های خودشان را گذاشتن. باید تو بر شعور و در واقع فهم مخاطب و بیننده خود احترام بگذاری و معلومات دقیق و درست را بدی. اگر این گونه نباشه که تو خب فایده ای نداره اصلا. بعد باید برید در یوتیوب ویدیوهایی که مربوط به بازیکن هست در همون سال را تو پیدا بکنی، بعد در واقع بیاری دوباره در برنامه را جور بکنی و در واقع آپلود بکنی. این همش مشکلاتی هست که وجود داره. اما جاوید جان و عقیل جان آمدن گفتن که نمیدونم تعریف بوده، تمجید بوده یا هرچی بوده، خب بالاخره خانهشان آباد، خداوند حفظ بکنه همه عزیزان را. گفتن که چرا داخل رسانه های افغانستان نمیشه، چرا صدایت خوب است، استعدادت خوب است، چرا نمیره گزارشگری نمیکنه. من چند تا نمونه کار خودشم برای خودم برای جاوید جانم فرستادم سال قبلی که در رسانه کار میکردم و گفتن که چرا وارد رسانه های افغانستان نمیشه. ببینید عزیزان من، هر کسی، من فکر میکنم هر کسی در زندگی خودش در هر جایگاهی که هست
ظلم میکنه در هر جایگاهی که هست. این هم از برق افغانستان. هر کس در جایگاه خودش به اندازه توان و وضع خودش ظلم میکنه. من به اندازه که مثلا یک کراچیوان هستم، به اندازه کراچیوانی خود ظلم میکنم. یک کسی که دو بالا نشسته، یک وزیر هست، یک والی هست، حالا هر چیزی هست، به اندازه والی بودن خود ظلم میکنه. همه انسان ها در افغانستان ظلم میکنه. اصلا من نمیفهمم خب که در افغانستان همه چیزی که در دنیا، در کشورهای اروپایی، کانادایی، آمریکایی یا حتی استرالیایی قابل در واقع قبول هست و میشه او رو تطبیق کرد در اون جامعه، اما در افغانستان هیچ معیارهای جهانی رو نمیتونید تو تطبیق بکنی. متاسفانه من خیلی عذرخواهی میکنم، شاید سر اکثریت شما بد بخوره که چرا کشور خود فلان بهمان بسار، اما ما در ادامه توضیح خواهد دادم که چه اتفاقاتی افتیده. مسئله اول 3-4 سال قبل من در یک از رسانه‌های افغانستان، اسمش نمیگیرم، چی دادم، در واقع CV خودت دادم و تست دادم. اینا گفتن باشه ما باید زنگ میزنیم. البته اکثریت رسانه‌ها، اکثریتشان نه بعضی هایشان، اکثریتشون اینطوریه، میگیرم ما باید زنگ میزنیم خبر میدیم، دیگه رفتن که رفتن. این از این موضوع. و شما شاید باورش را بکنین یا نکنین، ما در پشت دفتر بعضی رسانه ها هفته ها، حتی 1 ماه 2 ماه مثلا میرفتم از 10 صبح تا 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر در آفتاب گرم و سوزان میشستم که حداقل یک بنده خدای پیدا شوی CV مرا ببره یا حداقل از مرا ببره داخل یک تست بگیره. اما چنین چیزی اتفاق نیفتاد و نشد متاسفانه. من فکر میکنم هیچ کسی در افغانستان، هیچ کسی بر اندازه من که داخل رسانه‌های افغانستان شوه، ضمانت میکنم که هیچ کسی به اندازه من تلاش نکرده و این کسایی که در کنارم هستن، دوستایم، میفهمن که من چقدر با شکم گرسنه این همه تلاش کردم و خب میفهمن، در کمره میبینن که مثلا یک پسری اونجا نشسته، حداقل همه قدر حس نمیدانم انسانیت میکنه نمیکنه، نمیدانم، حتی یک نمیگه که همین خب در کمره میبینه همینجا هست، مثلا از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر نشسته، حداقل یک گلاس آبی ما برم مزی بنده خدا ببرم که نان غذا را خود در کنارش بود، حداقل ببرم که همین بنده خدا تلف نشه اینجا نشسته با شکم خالی با لب تشنه. یعنی در این حد، یعنی من با شکم گرسنه در او آفتاب گرم میرفتم پای پیاده و اینطوری. بعضیشون به بهانه نمیدونم زبان، بعضیشون به بهانه قوم، بعضیشون به بهانه نمیدونم فلان بهمان بیسار. یعنی اینا مثلا میگن من حتی بعضی مسیج هایشان هم دارم در واتساپ و در کامپیوترم هست، بعضیشان دارم که میگن که ما جوانگرایی میکنیم، در فدراسیون فوتبال افغانستان فساد هست. حالا من نمیخوایم دفاع بکنم از فدراسیون فوتبال افغانستان، اما اینا خودشان 2 برابر فساد میکنن. هیچ شکی وجود نداره که در فدراسیون افغانستان فساد هست، خب ولی اینا خودشان 2 برابر میکنن. و ما میگم که اگر کسی برای تو کار از دستش ساخته است، خب باید همون رو انجام بده. همین چند روز پیش ما رفتم در یک از رسانه‌های افغانستان تست دادم، بعد میگه که تو لهجه‌ت ایرانیه، فلانه، بهمانه، بیساره. خب با این 4 سال قبل هم رفته بودم. خب آقا جان، در حالی که من خود 100% معلومات دارم که کار از دست تو ساخته است و تو میتونستی اونجا استخدام بکنی، درست؟ اولین گزینه من اصلا ایران نمیرفتم، دومین گزینه لهجه‌ام ایرانی نمیشد، سومین گزینه ما مورد تحقیر و نمیدونم توهین ایرانی قرار نمیگرفتم، و چهارمی خب اگر تو واقعا که میخواستی ما اینجا کار بکنم و میخوایی که ما باشم در کنارت، حالا بعضیشون منظورم نیست، این بنده خدایی که چند روز پیش رفتم کار بکنم اونجا در کنارت باشم، حداقلش اینه که از تو یاد بگیرم. خب تو میگفتی آقا جان لهجه‌ت ایرانیه، مثلا سرش کار بکن باشه، ما خب میگفتیم کار میکنیم دیگه، ما نمیگفتیم که ما هیچ کار نمیکنیم،
دست از تلاش برمیداره. نه، تلاش خودم میکنیم، درستش میکنیم. قرار نیست که در اول همه هر چیزی را داشته باشه. تو همینطوری نبودی دیگه، درسته؟ یکی دیگه که سیوی را میگیره و سر پا اصلا نمیتونم مثل یک انسان، البته ما با کمال احترام، با کمال ادب، اصلا خودم بدن میلرزه که من این جمله را به زبان میارم. نمیتوند اصلا جفاست بر کلمه انسانیت که روی از او کلمه انسان را بگذاریم. اصلا به جای بسیار بزرگی رسیده، اما رفتار خودش را با یک هم نوع خودش نمیدانه. من چی توقعی دارم از او؟ نه سیویر میگیره سر پا، اصلا نه سلامی نه کلامی، بعد میره میگه بیت خبر، مثلا بیت خبر میتم، بعد که میره پشت دیوار میگه ولش که هزار است. این در این حد، در این حد. یعنی من یک جوان، من یک مثلا یک پسر در یک کشور خودش، من دیگه امیدی برای زندگی اصلا وجود داره؟ شما بگوین اصلا چطور میشه اصلا نگاه کرد به کشور خودش؟ اصلا همین دیگه. من بسیار معذرت میخوایم، امیدوار هستم که حرفای من چیز نشه و در واقع به شخصیتی بعضیا، و من همه هموطنان خود بسیار دوست دارم، از هر قومی، از هر مذهبی، از هر فرقه فرق نمیکنه، چون ما زیر یک دین، زیر یک کتاب، زیر یک کشور و زیر یک پرچم زندگی میکنیم و همه ما و شما افغان هستیم و فرقی نداره ما هزاره باشیم، که تاجیک باشه، که پشتون نویز بگه، ما اصلا حرفا مطرح نیست. ولی در آخر من میگم که ممکن آخرین ویدیو این باشه دیگه. من دست میکشم از این کارایم و از علاقه و خیلی دردناکه برای یک جوان که از امیدها و آرزوهای خودش بگذره و از چیزی که واقعا به او عشق و علاقه داره بگذره و تمام شوه. و بریتان میگم، برای هر کسی که ویدیو رو میبینه، برای هر کسی، اگر بریتان شرایطی پیش آمد که تانستین برای یک انسان دیگه کاری بکنین، لطفا او کار انجام بدین. و چون که او ما تجربهش کردیم، برای انسانایی که اصلا شاید دو افغان انسان نباشه، ولی تو رو میکنی به خاطر که دو جایگاه برسی، ولی نمیگذارن تو را. ولی شما انسانای خوبی هستین، کار انجام بدین برای بعضیا، چون که برای خودتان برخواهد گشت. مراقب همه تان باشین، موفق و کامگار باشین. انشالله شما به اون آرزوها و نمیدانم امیدها و عشقی که دارین در زندگی، به هر چیزی که میخواین برسین. موفق و کامگار باشین.